پرونده جنایتی با ماده 120 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت زن 29 ساله ساکن شهر اسفاره آغاز کرده شده است. نام برده 24 فوریه سال 2023 تخمینا ساعت 09:00 دقیقه در خانه استقامتیش با سابق همسر شوهرش زن 27 ساله ساکن همانجا جنگ و جنجال نموده با کارد خواجگی او را تهدید کشتن نموده است. اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. تفصیلات دیگر این حادثه و سبب مناقشه بین زن یکم و زن دوم ساکن اسفاره هنوز معلوم نیست، ولی بر اساس ماده 120 تهدید کشتن یا رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی اگر برای عملی گرداندن این تهدید اساس ترس و هراس موجود باشد با محدود کردن آزادی به مهلت تا 2 سال یا محروم ساختن از آزادی به مهلت تا 2 سال جزا داده می شود. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 34 ساله ساکن نوئسپیتامین که از سال 2022 با ماده‌های 245 و 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نام برده 22 اپریل سال 2023 تخمینا ساعت 00:30 دقیقه در حالت مستی از چایخانه باغ فراغتی جماعت شهرک نفکت نوئسپیتامین 4850 سومونی که به مرد 35 ساله ساکن نویه مذکور تعلق دارد دزدیده از جای حادثه غیب شده است. اوید به این حادثه پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.